سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 52 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتاب Basic English Grammar by Betty Azar. پیش از آغاز درس امروزه برای نفرانی که نو به کانال ما پیوستند، ما در کانال ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان می‌آموزانیم. برای دستگیری کانال ما به نوارها لایک گذارید، فکرهای خود را در شرح‌ها نویسید، این نوار را با دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبردار شدن از درس‌های نو زنگوله را زیر کنید. شما میشه درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز درس امروزه من چنین است: The secret of getting ahead is getting started by Mark Twain. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: سر پیشرفت در آغاز کردن است. سخن مارک توین. و آمدیم به قسمتی watch to watch یعنی چی تماشا کنیم. در هر درس ما با شما یک فیلم تصویری و یک فیلم را برای بهتر کردن زبان انگلیسیتان توصیه می‌دهیم و توصیه درس امروزه این فیلم تصویری Finding Nemo می باشد. نام فیلم Finding Nemo سال برآمدش سال 2003 تخمینا 100 دقیقه می باشد و سویه زبان انگلیسیش باشد سویه A2 و B1 می باشد. و اگر گویید که از کجا تماشا کنیم، در دل خواه براوزر نام فیلم رو نویسید، بعد از اون کلمه watch نویسید. اگر خواهید که با زیرنویس نویسید with subtitles نویسید و یا از تلگرام کانال ما در آمده پیوند و سیلک فیلم رو گرفته می توانید. خیلی که میدونید ما در chapter 6 یعنی باب ششم کتاب قرار داریم و موضوع باب ششم کتاب nouns and pronouns یعنی اسم ها و جانشین ها می باشد و ما در این درس موضوع آخرانی این باب رو به شما میفهمونیم. درس 52 موضوع درس امروزه ما nouns irregular plural forms اسم ها شکل جمعی اسم های نادرست. در زبان انگلیسی بعضی اسم های هستند که در شکل جمعشان کلمه عوض می شود و برای با آن مثال one child three children یک کودک سه کودکان. برای خوبتر فهمیدن میگذاریم به موضوع امروزه. چخیلی که گفتیم موضوع امروزه ما nouns irregular plural forms اسم ها شکل های جمعی اسم های نادرست. در درس گذشته ما گفتیم که وقتی که اسم در شکل جمع بیاید آخرش عادتا اس میگیرد. در این درس باشد موضوع نو رو میگذاریم. بعضی اسم ها در زبان انگلیسی در شکل جمع عموما تغییر مییابند، اس نمیگیرند. با این مثال در پایان یک چند تا مثال هست. در ستون یکم شکل سینگولار یعنی شکل تنهایی مثال ها اسم ها آورده شدند. در ستون دوم باشد شکل پلورال یعنی شکل جمعی اسم ها آورده شدند. مثال ها رو میخونیم: child children کودک کودکان یعنی در آخرش اس نمیگیرد، کلمه تغییر مییابد. مثال دوم foot feet پایها، man مرد مردها. تلفظ هر دویش یک خیل است. mouse mice موشها. tooth teeth دندانها. women به تلفظ دقت کنید. یکمش میشود woman، دیومش میشود women. ترجمهش میشود زنها. مثال ها رو میخونیم: Mr. Smith has one child. جناب سمیت یک کودک دارد. Mr. Cook has two children. جناب کوک باشد دو کودک دارد. چخیلی که میبینید کلمه child در آخرش اس نگرفت بلکه کلمه خود تغییر یافت. اگر گوییم کودکان گفتنی باشه میگیم children. مثال دیگر: I have a right foot and a left foot. من پای راست دارم و پای چپ دارم. I have two feet. من دو پای دارم. خیلی که میبینید فوت نشد بلکه فیت شد چون که شکل جمع این کلمه فیت میباشد. مثال دیگر: I see a man on the street. من در کوچه یک مرد رو میبینم. I see two men on the street. من در کوچه دو مرد رو میبینم. شکل جمع کلمه من این میشود man. تنها حرفی با این بودگی عوض شد. My cat sees a mouse. گربه من یک موش رو میبیند. Cats like to catch mice. گربه ها موش ها رو داشتن رو نغز میبینند. شکل کلمه mouse شد mice. موش ها. مثال دیگر: My tooth hurts. دندانم درد میکند. My teeth are white. دندان هایم سفید است. شکل جمع کلمه tooth یعنی دندان میشود teeth. دندان ها. مثال آخران: There is one woman in our class. در صنف ما یک تا زن هست. There are 10 women in your class. در صنف شما 10 تا زن هست. Woman زن، women زنها. این چنین در زبان انگلیسی بعضی اسم های هست که
هم شکل تنهایشون هم شکل جمعشون یک خیل نوشته می شوند. و این مثال کلمه sheep گوسفندها، fish ماهی ها. مثال ها رو میخونیم. Annie drew a picture of one sheep. Annie رسمی یک گوسفند رو تصویر کرد. Tommy drew a picture of two sheep. Tommy رسمی دو گوسفند رو تصویر کرد. خیلی که میبینید هم در شکل تنها هم در شکل جمع اسم یک خیل نوشته می شود. sheep. مثال دیگر Bob has an aquarium. Bob اکواریوم دارد. He has one fish. وی یک ماهی دارد. Sue has an aquarium. Sue اکواریوم دارد. She has 7 fish. وی 7 تا ماهی دارد. خیلی که میبینید اگر یک تا ماهی باشد میگویم one fish. 7 ماهی باشد میگویم 7 fish. یعنی کلمه هم در شکل سینگولار هم در شکل پلورال، یعنی هم در شکل تنها هم در شکل جمع یک خیل نوشته می شود. اینچنین بعضی کلمه های هستند که تنها شکل جمع دارند و شکل تنها ندارند. و این مثال کلمه people یعنی مردم یا شخص ها. There are 15 people in this room. در این حجره 15 تا مردم است. 15 تا شخص ها است. Notice دقت کنید. People does not have a final s. کلمه people در آخرش s نمیگیرد. People is always plural. کلمه people شکل جمع است همیشه. It has no singular form. این شکل تنها ندارد. برای خوبتر فهمیدن میگذاریم به مشق‌های درس امروزه. Exercise 19 مشق 19 game بازی. در اینجا از روی الفبا حرف‌ها داده شده‌اند. ما باید با آنها در شکل جمع اسم‌ها سازیم. در ستون یکم list number 1 روی خط یکم things in nature چیزهایی که در طبیعت هست. این را خود کتاب اجرا کرده است. از روی الفبا آن چیزهایی که میداند نوشته است. ما ستون سیوم رو روی خط سیوم رو اجرا میکنیم. animals and insects حیوان ها و حشرات ها. شما لیست دوم و لیست چهارم رو خودتان اجرا کنید. لیست دوم با حرف A ants مورچه ها، bears خرس ها، cats گربه ها، dogs سگ ها، elephants فیل ها، foxes روباه ها، giraffes زرافه ها، horses اسب ها، kangaroos کنگروها، lions شیرها، monkeys میمون ها، owls بوم ها، penguins پینگوین ها، rabbits زرگوش ها، spiders تورتنک ها، tigers پلنگ ها، wolves گرگ ها، zebras زبره ها. با حرفایی که ما ننویسیم اگر شما دانید در شکل جمع اسم ها نویسید. اینچنین لیست 2 و لیست 4 را خودتان اجرا کنید. میگذاریم به مشق دیگر. Exercise 20 مشق 20. در اینجا بعضی اسم ها آورده شدند در شکل تنها. ما باید آنها را در شکل جمع نویسیم. مثلا one child می شود شکل جمعش two children دو کودک ها. ستون یکم رو ما اجرا میکنیم از 1 تا 12 از 13 تا 23 رو شما اجرا کنید. one child two children one woman two women one tooth two teeth one foot two feet one man two men one mouse two mice one fish two fish one page two pages one place two places one banana two bananas one child two children one desk two desks. اسم هایی که در ستون دیگر هستند آنها را شما اجرا کنید. میگذاریم به مشق دیگر. Exercise 21 مشق 21 review تکرار. با این مشق مانند ما در درس‌های قبلی مشق اجرا کرده بودیم. ما باید از روی ساخت گراماتیکی کلمه ها را جدا کنیم که کدامش subject است، کدامش verb است، کدامش object است، کدامش preposition و کدامش object of preposition. مثال یکم را خود کتاب اجرا کرده است برای ما. Mr. Cook is living in a hotel. Mr. Cook می شود subject جمله، is living می شود verb یعنی فعل جمله، object نداریم. in preposition می باشد، a hotel باشد
object of preposition. Mr. Cook در هتل زندگی میکند. مثال دوم را میخونم. Anita carries her books in her backpacks. انیتا کتابهایش را در سومکش میکشاند. در این جمله انیتا subject می باشد، carries verb می باشد یعنی فعل، her books object of verb می باشد یعنی فعل رو پورا کرده ایستاده است که چی رو میکشد. این preposition می باشد، her backpack در سومکش این object of preposition می باشد یعنی preposition رو پورا کرده ایستاده است که در کجا میکشد کتاب ها رو. مثال سیوم snow falls برف میافتد. ما در تاجیکی میگوییم برف میبارد، در انگلیسی باشد میگویند برف میافتد. در این جمله کلمه snow این subject جمله میباشد، falls باشد این verb یعنی فعل. مثال دیگر monkeys sleep in trees میمون ها در درخت ها خواب میکنند. در این جمله کلمه monkeys subject میباشد، sleep این verb میباشد، in object میباشد، trees object of preposition یعنی این preposition است، در می شود ترجمهش و object of preposition باشد trees یعنی پورا میکند که در کجا خواب میکنند. جمله دیگر the teacher is writing words on the chalkboard معلم در تخته کلمه ها را نوشته ایستاده است. در این جمله subject ما the teacher می باشد، is writing verb می باشد، words object می باشد یعنی فعل رو پورا کرده ایستاده است که چی نوشته ایستاده است، کلمه ها رو نوشته ایستاده است. preposition on داریم on the chalkboard در تخته preposition رو پورا کرده ایستاده است که در کجا نوشته ایستاده است. مثال آخران I like apples من سیب ها رو دوست می دارم. در این جمله کلمه I subject می باشد، کلمه like verb می باشد، کلمه apples باشد object می باشد یعنی فعل رو پورا کرده ایستاده است که من چی رو دوست می دارم. میگذاریم با دوامی درس امروزه. exercise 22 مشق 22. در این مشق ما جمله ها رو تحلیل میکنیم که کدامش جمله چی خطاگی دارد و یا کدامش incomplete یعنی ناپوره هست. اگر ناپوره باشد می نویسیم inc یعنی incomplete ناپوره. مثال یکم رو میخونیم. monkeys like bananas میمون ها بانان ها رو دوست میدارند. این جمله از جهت گراماتیک درست است اما باید اول جمله با حرف کلان آغاز شود. monkeys like bananas. جمله دوم in my garden در باغ من. این جمله نیست، این تنها یک عباره است، از این رو incomplete یعنی جمله ناپوره است. مثال دیگر do you like sour apples سیب های ترش رو نقص میبینی و یا دوست میداری. این جمله هم از جهت گراماتیک درست است، تنها باید در اول جمله حرفی کلان باشد و در آخر جمله علامتی سوال باشد چون که با دو آغاز شده است و خیلی که میدونید جمله هایی که با دو آغاز میشوند این جمله های سوالی میباشند. جمله دیگر this class ends at 2 o'clock این درس در ساعت 2 تمام میشود و در این جمله ما خطاگی نداریم، تنها باید با حرف کلان آغاز شود. this class ends at 2 o'clock. جمله دیگر teaches English انگلیسی درس میدهد یعنی جمله ناپوره است چون که subject ندارد و این رو هم دقت کنید جمله‌ای که subject و یا verb یعنی مبتدا و یا خبر نداشته باشد آن جمله نادرست است. در جمله در زبان انگلیسی حتما باید در جمله subject و verb آمده باشد. این جمله از سببی که subject ندارد incomplete یعنی ناپوره می باشد. جمله دیگر رو میخونیم. My mother works مادر من کار میکند. این جمله درست است، تنها باید با حرف کلان آغاز شود. In an office در آفیس این جمله نیست، تنها عباره است، از این رو incomplete یعنی ناپوره است. جمله دیگر My mother works in an office مادر من در یک آفیس کار میکند. جمله درست است، تنها باید با حرف کلان آغاز شود. My mother works in an office مادر من در یک آفیس کار میکند. Does your brother have a job این جمله هم درست است، تنها باید با حرف کلان آغاز شود و در آخرش علامتی سوال گیرد. Does not work این جمله ناپوره هست. جمله دیگر rain falls باران میبارد. جمله درست است، تنها باید با حرف کلان آغاز شود. rain falls. My sister lives in an apartment خواهر من در بنا زندگی میکند. جمله درست است، تنها باید با حرف کلان آغاز شود. My sister lives in an apartment has a roommate
ҳамҳуҷра дорад. ин ҷумла нест, чунки subject надорад. аз ин рӯ incomplete менависем. The apartment has 2 bedrooms. бино ду утоқи хоб дорад. ҷумла дуруст аст, танҳо бояд бо ҳарфи калон оғоз шавад. ҷумлаи дигар, a small kitchen and a big living room. ошхонаи хурд ва хонаи нишасти калон. ин ҷумла нест, танҳо ибора аст. аз ин рӯ incomplete, яъне нопурра аст. On the third floor, дар ошӯнаи сеюм. дар ошӯнаи сеюм ин ҷумла нест. аз ин рӯ incomplete менависем, яъне нопурра. мегузарем ба машқи дигар. Exercise 23, машқи 23. Review, такрор. дар ин ҷо баъзе тестҳо дода шудаанд. чихеле ки дар ҷумлаи якум мебинед, мо бояд ҷавобҳои дурустро гирд кунем ва мисоли якумро худи китоб иҷро кардааст. My sister and I live together. ман, хоҳарам ва ман якҷоя зиндагӣ мекунем. Our parents often call us on the telephone. волидайнамон моро зуд дар телефон занг мезанад. мисоли дуюм. Tom has a broken leg. Tom зонуи шикаста дорад. I visit, уро бояд гӯем, мешавад him. I visit him every day. ман уро ҳар рӯз мебинам ва ё ба зиёраташ меравам. мисоли сеюм. Sue and I are good friends. Sue ва ман дӯстони хуб ҳастем. ду нафар шудем. аз ин рӯ ҷавоби мо мешавад we spend a lot of time together. мо зиёди вақтро якҷоя мегузаронем. мисоли чорум. Our children enjoy the zoo. кӯдакони мо аз боғи ҳайвонот лаззат мебаранд. We often take, онҳоро бояд гӯем, мешавад them. We often take them to the zoo. мо онҳоро зуд ба боғи ҳайвонот мебарем. ҷумлаи панҷум. Mary drives an old car. Mary мошини кӯҳнаро меронад. She takes good care of. мошин бояд гӯем it мешавад. яъне гуфта будем ки барои ашёҳо ва ё ҳайвонҳо it истифода мебарем. вай аз он, яъне аз мошин хуб нигоҳубинӣ мекунад. Jake and ки Jake and I. Jake ва ман don't know Mr. Wu. Jake ва ман Mr. Wu-ро намедонем, намешиносем. мисоли дигар. Mrs. Gray is a lawyer in Chicago. хонуми Gray дар Чикаго адвокат аст. Do you know, уро бояд гӯем, занро. Do you know her, уро мешиносӣ ва ё уро медонӣ. мисоли ҳаштум. Ahmed lives near Yoko and me. Ahmed дар наздикии Yoko ва ман зиндагӣ мекунад. дар ин ҷо охири ҷумла аст. аз ин рӯ Yoko and me мегӯем. Yoko ва ман. ҷумлаи нуҳум. My sister and a friend are visiting me. хоҳарам ва як дӯсташ ба зиёрати ман меоянд. ду нафар ҳастанд, хоҳарам ва дӯсташ. аз ин рӯ they мегӯем. They are visiting here for 2 days. онҳо ба ин ҷо барои 2 рӯз ба зиёрат меоянд. Do have the correct time. дар бораи ту гап рафта истодааст. аз ин рӯ do you мегӯем. Do you have the correct time. вақти дуруст дорӣ. Exercise 24. машқи 24. Correct the errors. хатогиҳоро ислоҳ кунед. дар ин ҷо баъзе ҷумлаҳо дода шудаанд ва мо бояд хатогиҳои ҷумларо ёфта аз нав ҷумларо нависем, чихеле ки дар машқи якум мебинед. мисоли якумро худи китоб иҷро кардааст. Omar a car has. ин ҷумла нодуруст аст, чунки аввал бояд subject биёяд, баъд аз он verb, яъне феъл. шакли дурусташ мешавад Omar has a car. Омар мошин дорад. мисоли дуюмро мехонем. Our teacher gives tests difficult. ин ҷумла ҳам нодуруст аст, чунки дар иборасозӣ гуфтем ки аввал сифат меояд, баъд аз он исм. Our teacher gives difficult tests. муаллими мо тестҳои мушкил медиҳад. дар тоҷикӣ аввал исм меояд, баъд сифат. дар англисӣ бошад баръаксаш. аввал сифат, баъд исм. Alex helps Mike and I. дар ин ҷумла ба ҷои калимаи I бояд ми биёяд. Алекс Майк ва маро ёрӣ кард. I мешавад ман, ми мешавад маро. Babies cry. шакли ҷамъи калимаи baby, яъне кӯдаки хурдсол ва ё навзод, нодуруст нависта шудааст. шакли дурусташ мешавад babies cry. кӯдакҳо гирья мекунанд. Mike and Tom in an apartment live. ин ҷумла ҳам нодуруст аст, чунки
فعل باید بعد از subject بیاید. subject ما مایک and توم میباشد. شکل درست جمله مایک and توم live in an apartment. مایک و توم در بنا زندگی میکنند. جمله دیگر there are 7 women in this class. این جمله هم نادرست است چون که 7 زن ها باید گوییم. در اینجا شکل تنهای کلمه زن رو استفاده برده است. شکل درستش می شود there are 7 women in this class. در این صنف 7 زن هست. there are 19 peoples in my class. این جمله هم نادرست است چون که کلمه people گفتیم خودش شکل جمع است. بعد از خودش اس نمیگیرد. there are 19 people in my class. در صنف من 19 تا شخص و یا 19 تا نفر ها هستند. جمله دیگر Olga and Ivan has 3 children. این جمله هم دو خطاگی دارد. خطاگی یکم این که has تنها برای یک نفر برای he و یا she استفاده می شود. در اینجا باشد Olga و Ivan 2 نفر هستند. باید have استفاده بریم. این چنین کلمه children خودش شکل جمع است. بعد از خودش اس نمیگیرد. شکل درست جمله می شود Olga and Ivan have 3 children. Olga و ایوان 3 کودک دارند. جمله نهم there is 20 classroom in this building. در اینجا 20 classroom 20 صنف خانه گفته ایستاده است. از این رو فعل to be ما باید در شکل جمع شود. می شود there are 20 classrooms in this building. این چنین بعد کلمه 20 classroom باید در شکل جمع بیاید. 20 صنف خانه. جمله دهم Mr. Jones is our teacher. I like her very much. Mr. John این مرد هست. از این رو در جمله دوم باید به جای her his بیاید. Mr. John is our teacher. Mr. John معلم ما هست یعنی مرد هست چون که میستر هست از کلمه میستر میفهمیم. I like him very much. من او رو خیلی زیاد نقص میبینم. میگذاریم به صفحه دیگر. New words کلمه های نو. Plural شکل جمع. Regular nouns اسم های درست. Irregular nouns اسم های نادرست. Children کودکان. Feet پای ها. Man مرد ها. Women زن ها. Mouse موش. Mice موش ها. Tooth دندان. Teeth دندان ها. Sheep هم می شود گوسپند هم گوسپند ها. Fish می شود هم ماهی هم ماهی ها. People مردم. Plant رستنی. Ice یخ. Ocean اقیانوس. Rain باران. Star ستاره. Tree درخت. Grass علف. در اینجا درس امروزه ما با پایان رسید و وظیفه‌ای که بعد از این درس ما با شما میدهیم یکم مشق‌های کتاب را به دفترتان نویسید. از مشق 19 سر کرده تا مشق 24 باب 6 کتاب را به دفترتان نویسید. دوم با درس امروزه 15 جمله نویسید. سوم درس‌های از باب 1 تا 6 را تکرار کنید. چهارم کلمه‌های نو را ازیاد کنید و در جمله سازی استفاده نمایید. در اینجا رسیدیم باز با پایان یک باب دیگر. در این درس باب 6 کتاب ما تمام شد و از همه شما خواهش ما این است که به کانال ما ابونه شوید، نوارها را لایک گذارید. برای بهتر کردن صفت درس های ما اگر فکر دارید در شرح ها نویسید. این نوارها را با دوستان و نزدیکان و خویشانتان روان کنید تا آنها نیز از درس های ما با خبر شوند و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید و با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.